سلام دوستان، اینجا ساحل رامسر هست. اگه میبینین که این شکلیه، خیلی ناراحت نشین چون اینجا سخت سره. اسم قبلی رامسر سخت سر بوده به خاطر اینکه ساحلش همش سنگی بوده. این سنگا همینجور تمام این ساحل پر این سنگای این مدلی بوده. این قسمت رو پاکسازی نکردن و این قسمت همین حالت بکر قدیمی سخت‌سر رو داره. در زمان پهلوی دستور دادن که اینجا در زمان رضاشاه که ساحل رو پاکسازی کنن و تمام ساحل سخت‌سر رو از این سنگا پاک میکنن و یه ساحل شنی و نرم سر ساحل رو درست میکنن. اینجا که میبینین دست نزده است، بکر همون سخت‌سر قدیمی هست. میبینین که چه کار بزرگی انجام شده. اگر که این کار انجام نمیشد ما الان به هیچ وجه نمیتونستیم تو این ساحل قدم بزنیم و از این دریای زیبا استفاده کنیم و لذتش رو ببریم. ببینید چه سنگ هایی هست و این قسمت همش به حالت برکه ایجاد شده. ببینید این سنگ ها اصلا به هیچ عنوان از هم جدا نمیشن. ببینید که سخت و هم چسبیدن و به خاطر همین اینجا شهر رامسر قبلا به عنوان شهر سخت‌سر نام داشته.